بیننده عزیز سلام، برنامه نوبتی داستان است و آماده هستیم پیرامون داستان نوبتی این کتاب با شکوه داستان‌های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و شما صحبت داشته باشیم. امروز منظور ما آن است که پیرامون داستان منوچهر صحبت بکنیم و در مهمانی ما هستند نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهروز ذبیح الله. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. در صحبت پیشین ما با متخصصان بابت داستان فریدون صحبت داشتیم و تا جای آمدیم که فرزندان او بین خود نزاع برداشتند و از بدخواهی و بدکینگی همدیگر آنجا یک روزگاری را به سر بردند و همگی گویم هلاک گردیدند و از آن عائله یک فرزند به دنیا آمد با نام منوچهر که او را بابایش یعنی فریدون برای خاطری که از نگاه بدخواهان دور بماند از وطن خویش به دوری گریزاند و اینجا می خواهیم صحبت داشته باشیم پیرامون روزگار منوچهر و در آغاز صحبت بیاید از آن آغاز بکنیم که در دیگر کتاب ها پیرامون قهرمانی منوچهر و همین گونه یک شخصیت چی اندیشه ها هست، چی نوشته های تا زمان ما آمده؟ درست است. منوچهر یک از پادشاهان بسیار قدرتمند و با شکوه در شاهنامه است و در تاریخ اساطیر هم از جایگاه بسیار بلند برخوردار است. منوچهر شخصیتی در اساطیر است که بعد از جمشید دومین آدم بسیار نامآور در اساطیر ایرانی و حتی هندی محسوب می شود. حتی در منبع‌های اساطیر هندی منوچهر نخست آدم شمرده می شود. منو در اساطیر هندی نخست آدم است بعد از جمشید. از این مقام و جایگاه برخوردار است. طوری که ذکر کرده در داستان فریدون که فریدون به 3 فرزند در سرزمین‌های ایران را تقسیم می‌کند، این آغاز یک نوع تفریقه سرزمین‌های آریایی است. منوچهر کی است؟ منوچهر کسی است که برعکس نیایش فریدون در زمان پادشاهی است سرزمین‌های تقسیم شده و پریشان ایرانی را دوباره متحد می‌کند. در روایت‌ها می‌آید که وقتی که در مازندران اینها با افراسیاب روبرو می‌شوند، بعد یک نزاع به هم قرارداد صلح می‌بندند و به این پیش شرط که منوچهر از افراسیاب طلب می‌کند که سرزمین‌های ایرانی را به او دوباره بازگرداند و قرار می‌شود که یک نفر از ایرانیان مرز ایران را با انداختن یک تیر معین کند و همان کسی که برای این کار تعیین می‌گردد آرش کمانگیر یا کمانکش است که به او دستور می‌شود که همین کار انجام دهد و گفته می‌شود که او یک تیر از خدنگ از آهن و پر سیمرغ ساخت آماده کرد و روزی که این تیر را پرتاب میکرد خودش را عریان کرد و گفت بعد از پرداخت این تیر بدن من پاره پاره خواهد شد و همین کار را انجام داد و گفته می شود در اساطیر که همین تیر را از کوه دماوند گویا پرتاب کرده باشد آرش. یک صبح زود میخیزد و این تیر را پرتاب میکند و میگه با قدرت یزدان تیری پرتاب کرده آرش تا بر اساس روایت ها گوناگونن تا لب دریای جیهون یا همین منطقه فرغانه امروز ما آمده میرسد و مرز ایران همینجا تعیین میگردد و خود آرش بدنش پاره پاره می شود. این در اساطیر است که آمده. در منابع روایت های گوناگون آمده است، هم در دینکرد، هم در اوستا، هم در بندهیشن، هم در منبع های اسلامی مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ ثعالبی از منوچهر هم یاد شده است. از جمله درباره منوچهر این پادشاه زبردست که ایران را متحد می کند در اوستا یک جا ذکر شده است. میگه منوچهر پاکدین فروهر پاکدین منوچهر ایرواره را می ستایم. این در فروردین 131 در اوستا از اون همین گونه نام برده می شود. یعنی نام خانوادگی منوچهر ایریاوه بوده است و ایریاوه در اوستا به معنای یاری کننده و یاوری کننده ایرانیان و نامش در
منبع‌های اوستایی و قدیمی‌تر منوشچیترا یا منوشچهر که بعداً در فارسی میانه تبدیل می شود به منوچهر. منو یعنی آسمانی و چیترا به معنی نژاد است، یعنی از نژادی آسمانی، از نژادی پاک. و در بندهیش گفته می شود که منوچهر از ریشه نبیره دختری فریدون زاده شده است. اینا مأخذهای اساطیری، روایت‌های گوناگونی هستند که در این باره ذکر شده است. اما در شاهنامه به صراحت گفته می شود که منوچهر نبیره فریدون بود، مادرش مهافرید نام داشت و پدرش پشنگ. پدرش از اولادهای خود فریدون بوده است. وقتی که سلم و تور ایرج را به قتل میرسانند، از یکی از کنیزهایش که مهافرید نام داشته یک فرزند در بطنش بوده است که این فرزند به دنیا میاد و او را منوچهر نام میکنند. و در شاهنامه فردوسی میگوید که چو هنگام زادن آمد پدید، یکی دختر آمد ز مهافرید. چو برجست و آمد هنگام شوی، چو پروین شدش روی و چون مشک موی. نیا نامزد کرد شویش پشنگ، بدو داد چند برآمد درنگ. یکی پور زاد آن هنرمند ماه، چگونه سزاوار تخت و کلاه. جهان بخش را لب پر از خنده کرد، تو گفتی مگر ایرجش زنده کرد. می روشن آمد ز پرمایه جام، مران چهر دارد منوچهر نام. چو بشنید شاه جهان کد خدای، پیامی دو فرزند ناپاک رای. یکایک به مردی گرانمایه گفت، که خورشید را چون توانی نهفت. نهانی دل آن دو مردی پلید، ز خورشید روشن‌تر آمد پدید. شنیدم همه هرچی گفتی سخن، نگه کن که پاسخ چی یابی زبون. خوب استاد، برای امان ماندن منوچهر فریدون کدام منطقه را انتخاب میکرد؟ یعنی روزگار بچگی و روزگاری که همراه مادر به سر میبرد منوچهر بیرون از کشوری مثلا فریدون کجا بود؟ فریدون خودش پادشاه زبردستی بود، خودش حامی منوچهر می شود و هرگز دست آفت دشمنانش که سلم و تور بودند به او نمی رسید. به هر گونه حامی و بانی منوچهر خود فریدون شاه بود. فریدون او را پرورش داد در هر مکانی که نیازمند بود و او یک شاهزاده بسیار برومند می شود تا اینکه آوازه منوچهر به گوش سلم و تور می رسد و آنها خواتیر می شوند و به نزد فریدون نامه و رسول می فرستند برای آشتی. تا این زمان سلم و تور به خاطر قتل ایرج از پدرشان فریدون عذر نخواسته بودند، پوزش نخواسته بودند. وقتی که دیدن که منوچهر یک جوان بسیار برومند شده است و قوی دست شده است و وارث فریدون می شود و قصدی انتقام از پدرش را دارد، اینها پیش دستی کردند، با همدیگر مشورت کردند سلم و تور که ما به یک واسطه دل فریدون را گرم کنیم و منوچهر را مثل پدرش دعوت کنیم به دربار خود و او را هم به قتل برسانیم. با همین نیت‌های شوم آنها یک گروه را، رسولان را با زر و زیور و دیبا و هدیه‌های فراوان به دربار فریدون به ادعای پوزش خواستن روان میکنند. در شاهنامه این همین حالت چنین ذکر شده است. میگوید که به سلم و به تور آمد این آگهی، که شد روشنان تخت شاهنشهی. دلی هر دو بیدادگر پرنهیب، که اختر همی رفت سوی نشیب. یعنی از منوچهر و از هیبت او ترسیده بودند، بنابراین پیش دستی کردند و
فرستاده را به او به نزد فریدون فرستادند. ز کردار بد پوزش آراستن، منوچهر را نزد خود خواستن، میان بستن او را به سان رهی، سپردن بدو تاج و تختی مهی، خریدن از او باز خون پدر، به دینار و دیبا و تاج و کمر. یعنی با همین گونه ایدئا نماینده‌های خود را به نزد فریدون میفرستند. اما فریدون شاه از این نیت شوم آنها آگاه بود و باوری به آنها نداشت، بنابراین انکار کرد، رد کرد پیشنهاد نماینده آنها را و در شاهنامه این چنین آمده است پاسخ فریدون به سلم و تور: کنون چون ز ایرج بپرداختید، به کین منوچهر برساختید، نبینید رویش مگر با سپاه، ز پولاد بر سر نهاده کلاه، ابا گرز و با کاویانی درفش، زمین کرده از سوم اسپان بنفش، سپهدار چون قارنی رزم زن، چو شاپور و نستوه شمشیر زن، به یک دست شیدوش جنگی به پای، چو شیروی شیرافژنی رهنمای، چو سامی نریمان و سروی یمن، به پیش سپاه اندرون رایزن. و اونا را هشدار میداد که شما آماده باشید که منوچهر با یک سپاه بسیار کلان که سرلشکر این سپاه انا قارن پسر کاوه آهنگر است و در پهلویش سرلشکران و سپهبدان مثل شاپور نستوه و شیدوش و شیرویه و سام نریوان، سروی یمن. سروی یمن کی است؟ شما میدونید که بر اساس داستان شاهنامه فریدون برای هر سه پسرش در زمانش 3 دختر سروی یمن را خواستگاری کرده بود. یعنی سروی یمن خسور هم ایرج بود، هم سلم و هم تور. اما به دلیل خیانتی که سلم و تور نسبت به ایرج کردن، در نسبت ایرج کردن، سروی یمن هم آمد در پهلوی منوچهر قرار گرفت تا خون ایرج را از آنها بستاند. همانگه خبر با فریدون رسید که لشکر بدین سوی جیحون رسید. بفرمود پس تا منوچهر شاه، ز پهلو به هامان گذارد سپاه. یکی داستان زد جهان دیدکی، که مردی جوان چون بود نیک پای. بدام آیدش ناسگالیده میش، پلنگ از پس و پشت و صیاد پیش. همینجا استاد فریدون از نبیره ضحاک یاد میکند در یک قسمت همین شورش بین منوچهر و سلم و تور. و نقش همین نبیره ضحاک چی عبارت است اینجا؟ اینجا به معنی مجازی می رود، در حالی که مثلا هم سلم و هم تور و هم مثلا افراسیاب که اینها بعداً به خونخواهی برمیخیزند، همشون از یک اولاد هستند. منوچهر پدرش پشنگ نام داشت، افراسیاب هم از پشنگ که پدرش زادشم نام داشت، او هم تورانی بود. ولی همه اینها نبیره فریدون حساب می شوند. از اولاد ضحاک تا این هنگام کسی نمونده بود؟ از اولاد ضحاک مانده بود و هر بدکرداری را در شاهنامه همچون ضحاک از پیروان ضحاک بنامیدند. ضحاک یاد میکنند. حتی همین سلم و تور را هم بسیار جا همچون ضحاک صفت، ضحاک خو، یعنی یک کسی که خوی بد دارد، بدکردار، ستمگر و ظالم را با همین نام پیش میبرند. همچنین در شاهنامه مثلا مهراب کابلی را میگد از اولاد ضحاک بوده است. ایناش هم هستند. وقتی که کار به اینجا میرسد و فریدون پیشنهاد فرزندان خود سلم و تور را رد میکند، آنها آشفته میشوند و بین یکدیگر مشورت میکنند که اگر ما پیش دستی نکنیم حتما منوچهر میاد و انتقام را از ما میستاند. بنابراین به این قرار میان که باید سلم و تور پیش از اینکه منوچهر تدارک حمله را به توران بگیرد، آنها اول حمله را آغاز کنند. به سلم بزرگ آنگه تور گفت
که آرام و شادی بباید نهفت، بباید بسیجید ما را به جنگ، شتاب آوریدن به جای درنگ. یک پیش دستی کنیم و اینا پیش دستی میکنن و حمله را آغاز میکنن به طرف ایران و در یک محل، در یک دشت، در یک مرغزار دو لشکر روبرو میشود و وقتی که میبینن سپاه بسیار محتشم با رهبری منوچهر و شیرویه و شیدوش و قارن رزمزن و سامی نریمان، همچون پهلوانی بزرگترین ایران، سرو یمن همه آمدن، احساس میکنن که اونا مقابلت کردن نمیتونن. در جنگ های اولیه این رو احساس میکنن که لشکری آنها شکست میخورد، پس قصدی شبیخون زدن را میکنن. این نقشه را میکشد سلم ترکی ما باید شبانه به لشکری منوچهر شبیخون زنیم و قارن رزمزن و طلایه منوچهر از این برنامه و نقشه شوم آنها آگاهی می‌یابند و منوچهر را آگاه میکنن. وقتی آنها قصدی شبیخون زدن شبانه میکنن، اینها الکی بیدار بودن و هوشیار بودن و در کمینگاه ها آگاه بودن و حمله آنها را دفع میکنن و در همین نبرد کشته می شود. میگه که دمان از پس در منوچهر شاه، رسید اندران نامور کینه‌خواه، یکی نیزه انداخت بر پشت او، نگونسار شد خنجر از مشت او. یعنی که با دستی منوچهر کشته می شود. با دستی منوچهر انا تور در همون شبیخون کشته می شود. سرش را همان گهزی تن دور کرد، دد و دام را از تنش سور کرد. سرش را از تن جدا می کند و بعد پیش فریدون می فرستد با یک نامه که یکی از خائنان و قاتلان ایرج کشته شد. سلم وضعیت را که می بیند ترسیده بود. بله. بعد دوم اینکه سلم و تور به خاطر تقویت لشکر خود از چین و مدد خواسته بودند. از لشکر چین روم مدد خواسته بودند. با این وجود هم نتوانستند. سلم مثلا منطقه شاید قفقاز باشد سرزمین او و در یکی از جاهای یک دیژ بسیار مستحکم داشت و خواسته بود که به همان دیژ پناهنده شود و خودش را ایمن نگه دارد. از این نیت سلم لشکریان منوچهر آگاه می شوند و پیش دستی می کنند از طریق دریا تا سلم به دیژی دستنارس خود نرسد. در همین ایام به سلم منوچهر به سلم می رسد و می گوید که درختی که پروردی آمد به بار، بیا به همکنون برش در کنار. اگر بار خار است خود کشته ای و اگر پرنیان است خود رشته ای، همه تاخ اسب اندرین گفتگوی، یکایک به تنگی رسید اندروی. یکی تیغ زد زود بر گردنش، بدون نیمه شد خسروانی تنش. بفرمود تا سرش برداشتند، به نیزه به ابر اندر افراختند. و در همین درگیری سلم را هم منوچهر خودش میکشد و دستور میدهد که سرش را همچنان که ایرج را کرده بودن از تن جدا میکنن و با یک نامه به دربار فریدون روان میکند. فرستاده را برون کرد گرد، سری شاه خاور مرو را سپرد. یکی نامه بنوشت نزد نیا، پر از جنگ و از چاره و کیمیا. نخست آفرین کرد بر کردگار، دگر یاد کرد از شهی نامدار. سپاس از جهاندار پیروزگر، کزوی است نیکوی و فر و هنر. همه نیک و بد زیر فرمان اوست، همه دردها زیر درمان اوست. کنون بر فریدون از او آفرین، خردمند و بیدار شاه زمین. خوب استاد، من همین داستان فریدون را استاد با دقت خواندم و میدونید یک چیز برایم ناعیان ماند، چون که
چگونه مثلا فرزندان یک مرد بزرگ که مثلا تربیت خوب دیده بودند، خیلی جوانمردانه شکفته بودند یا که نامور شده بودند، صاحب تاج و ملک شدن، همه تقسیمات عادلانه شد از طرف پدر، چگونه توانستند اینقدر بدکردار و بدبین شوند در یک مدتی که مثلا زمانی صاحب ملکیشان بود؟ مثلا اینجا کی نقش بازی داشت؟ این یک نوع روانشناسی قدرت است. درست فرمودید. وقتی که انسان ها به قدرت دست می‌یابند، نه هر کس میتواند که همون اصالت و فره ایزدی را که داشته باشد حفظ کند. حتی در همین جا این رمز راز است. ایرج نماد کسی است که مطابق فرموده پدر عمل میکند و فره ایزدی دارد. اما دو فرزند دیگر که از فرمان پدر سرکشی میکنند از فره ایزدی محروم میشوند و جزو تخمه ضحاک میشوند. فرق ندارد که از کدام تخمه هستی، از کدام ریشه هستی. مهم این است که باید نیتت راست باشد و درستکار بودن، با عدل بودن، مردمدار بودن در همین قصه های شاهنامه بسیار تأکید می شود و در داستان منوچهر همین نقطه ها هستند. منوچهر به 3 چیز میگه تکیه میکرد: به عقل، به داد و دهش و به دین، و میگفت که پای دیوار هر یک دولتی بر همین 3 اصل نهفته است و تا آخر همین 3 اصل را گرامی داشت و رعایت کرد. و سلم و تور کسانی بودند که همین اصول را رعایت نکردند و همین اتفاق. دوم نقطه جالبی که ما باید در همین داستان منوچهر برای بینندگان خود ذکر کنیم، این خیلی مهم است که وقتی برای توران گپ می رود، بسیاری ها در تاریخ توران را مرادف ترکان یا ترکستان گرفتند که این نادرست است. همه اینها سرزمین ایران بودند. گفتیم که فریدون این مرز را بر پسرش تور داد و سرزمین تور که آنها هم ایرانی تبار بودند توران نام گرفت و سرزمین قفقاز را به سلم داد. بنابراین همین افراسیاب هم که به خونخواهی نیایش برخواست به ایران حمله کرد، به سرزمین ایرج حمله کرد، او هم نبیره کی بود؟ فریدون بود. منوچهر هم نبیره فریدون بود. ایرج هم فرزند فریدون بود. تور و سلم فرزندان فریدون بودند. یعنی حادثه هایی است که در داخل یک خاندان رخ می‌دهد، در داخل یک قوم رخ می‌دهد، نه اینکه اینها با قوم دیگر، با نژاد دیگر یا با گروه دیگر جنگ کرده باشند. بعد از این منظر ما شاهنامه را دقت کنیم و بخوانیم که جنگ است که بین یک خاندان و یک گروه و یک نژاد رخ می‌دهد و اونجا مسئله قدرت سیاسی و دولتداری می‌رود که وقتی در انسان در مقام دولت قرار می‌گیرد، منفعت قدرت سیاسی این تقاضا را می‌کند. یعنی جنگ بین برادران بوده است، نه بین با بیگانگان. و یک چیز بزرگی دیگری که مثلا بر منوچهر اینجا مثلا پذیرفته میشد یا که نسبت داده میشود، این آن است که مثلا تا زمان مرگ به حرمت و احترام بابای خویش فریدون احترام پایبند می‌برند و این خیلی یکی از مثلا نگاه‌های مثبتی که مثلا فردوسی با منوچهر داده است همینجا تاکید می‌شود. منوچهر طوری که در اول برنامه گفتیم شخصیت است، پادشاه است که ایران را دوباره متحد میکند. اهمیت منوچهر در داستان شاهنامه همین است. مهمترین نقطه که در داستان منوچهر باید خوانندگان ما توجه کنند، یک جوانمرد آزاده است که سرزمین‌های ایرانی را دوباره متحد میکند و پایبند اخلاق، داد و کرامت و انسانیت بود. همین است. او دیگر هم طوری گفتیم اونا هم برادرزاده های منوچهر بودند، از خویشاوندان اقوام منوچهر بودند، از نبیره های فریدون بودند، اما به خاطر خارج شدن از مقصد اخلاقیات و نزاعها و برتریت داشتن نفس و کینه و دشمنی، نفاق و نزاع ایجاد کردن، همین وضعیت در ایجاد شد که باعث جنگ های طولانی می شود با افراسیاب که بعدا در شاهنامه ذکرش می رود.
خوب سلامت باشید. و در واقع داستان منوچهر یک داستان بسیار بزرگ است که مثلا در یک صحبت کوتاه بیان کردن او بسیار مشکل است و ما میخوایم که قسمت دومی مثلا زندگی نامه منوچهر رو در صحبت بعدی برای بینندگان پیشنهاد بکنیم. از شما منتظر هستیم که وقتی افته به صحبت ما آمدید و با ما یک صحبت بسیار هم خوب و شنیدنی پیشنهاد کردید. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودن نامزد علم‌های فیلولوژی، مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بهروز ذبیح الله و ما صحبت داشتیم پیرامون زمان نورسی و قهرمانی‌های منوچهر. در صحبت دیگر ما دایر به زمان شاهنشاهی منوچهر صحبت میکنیم که دفعه دیگر به سمع شما رسانیده می شود. تا برنامه دیگر شاد بمانید.